من میگم که میخوایم امروز شما یک گلاس قهوه بخورم. میشه؟ به خاطر چی؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ یعنی اما تو در فکرم آمد. یعنی مردم میگن نه که یک گلاس قهوه خاطره 40 ساله میشه. من یک رستوران دارم، اما یک جای مفشن و زیباست، یک تیاره واقعی است. شاید که یگان شیرینیم با هم دیگه بخوریم، چی گفتی؟ و باز شیرین گپ بزنیم، با هم نانم میخوریم، یعنی کلش همه دیگه. یعنی اگه امکان داشته باشه باز، یعنی به خاطر که این سوی تفاهم ما از بین بره. یک رستوران تو واقعی است یا ساختی؟ اما ترس؟ نه بله، آرزوی طفولیتم بود که طیاره بگیرم، طیاره را پرواز بتم، مثل پیلوت شدن، اما نشد دیگه. حال مرا پیلوت میگن از او خاطر. ای واقعا دردناک است. نفهمیدم. یعنی منظورتان از دردناک چیست؟ خواستین که پیلوت شوین اما نشدین. با جای او خدا پیلوت گفته باز در پولوش یک طیارم رفته خریدین. و هم یک طیاره که پرواز کرده نمیتونه. پیلوت ساختگی، طیاره ساختگی. ای کلش گپای ناقص. اما تو متوجه یام نیستی چیزی که دردناک است همی است. هر روز یک چیز نویات میگیریم اما تو نیست. زندگی همه قسم یک چیز از دیگه. روز بخیر. دیگه خواهر مطمئن استی که در بینتان کدام چیزی نیست؟ چی بوده میتونه ایزگی؟ یعنی نمیفهمم. وداد به رستوران بیا. فقط گو عاشق تو باشه. عکس العملش ندیدی؟ ما تو یک چیز ندیدیم. تو مگه چیزی که مربوطت نمیشه نبی برات خوب میشه. آی باندگه فقط که چیز بده گفتیم. اما چقدر یک بچه جذاب است. آی دوی گو خواهری بچه رم رای ما معرفی کو. گپای ناق نگو ایزگی. حالا دیگه برو. تو را پیدا کردم سیفده. تو در این منطقه چی میکنی؟ دختر کجاست؟ در اتاق 303. خسته نباشین. بفرمایید. دیشب به اینجا کدام دختر آمده بود؟ نه بیادر جان. در اتاق نمبر چند می باشه؟ گپی نفهمیدم. اگه به طور موی دختر ضرر برسه زندگیت از دست میتی. دختر کجاست؟ در بالا طرف راست اتاق دوم.
تو بیشرف به هر کسی که کار میکنی به صاحبت بگو اگر بار دیگه همراه میمانه خودی قسم کنه از به دنیا آمدنش پشیمانش میسازم. گپم فهمیدی؟ فهمیدم بیادر. خوب کردی. حالا بریم سیفدا. سیفدا تو خوب هستی؟ تو در اینجا چی کار داشتی ها؟ چطور اینجا را پیدا کردی؟ سیفدا چی جریان داره؟ هنوزم نمیخوایی برم بگویی؟ علی بعدن گپ میزنیم لطفا. سیفدا علی گفتم بعدن لطفا. دیگه چی میخوایی که من تشویش کنم ها؟ از صبح تا پشت تو میگردم. علی پدر من راستش همراه پدرم جنگم شد. حالا لطفا نقدر سرم فشار نیا. بازم به خاطر من همونطور نیست. از این بیشتر سوال نکن لطفا علی لطفا. سیفدا بگو چی شده؟ معذرت میخوایم علی. معذرت میخوایم علی. معذرت میخوایم. سیفدا تو چرا از من معذرت میخوایی؟ پرسان نکن لطفا. پرسان نکن. فقط ما باید برم دیگه. درست است برو خودت میفهمی اما من میرسانمت. به خانه میرم تو نیست؟ هیچ لازم نیست. من خودم رفتم میتونم. سیفدا علی لطفا من خوب هستم. تو تشویش نکن. اندک تکسی ششته همیال میرم. سیفدا تکسی کجا میری؟ تشویش نکن خانه میرم. من خوب هستم. خداحافظ. رفت بیادر. امروز یک نفر اینجا آمد. بسیار انسان بی‌شرف. او آدم فریب بده تا 15 دقیقه دیگه همونجا میرسم. به اتو پارک میم. او کسی نیست که فریب بخوره بیادر. همیالی در موترش بالا شد میره. نمبر پلتش بگی. باز ما پیدایش میکنم. سی و 4 وی وای زید 97 18. سیفدا سیفدا من زیاد با تشویش شده بودم. لوکو چی میکنی ها؟ انسان از تقدیر خود فرار کردن نمیتونه. تو تقدیر مستی سیفدا. آی دختر چرا قدر کد کوکسال؟ برات خود گفته بودم که آدم همراه ما بازی میکنه. آی سیفدا تو تا حالا کجا بودی جان مادر؟ چطور این کار کردی؟ چطور؟ دخترمی تو چی میگی؟ درباره چی گپ میزنی؟ ما تا صبح تو را پالیدیم کجا بودی؟ از تو فرار میکردم. از اینکه اینقدر ترسناک هستی. دخترم تو چی چت یاد گفته میری؟ من چت یاد میگم؟ ها؟ من چت یاد میگم پدر؟ گپای شما را شنیدم. شما یک قاتل هستین. او هم قاتل یک طفل خورد. سیفدا پس آمد سارب. به نفرا بگو که دیگه او را نپالن. فهمیدی؟ دخترم دست نزن. مرا دخترم نگو.
خوش کرده باشی به من دخترم نگویی. از اینکه دختر یک آدم مثل تو هستم از خودم بسیار نفرت کردیم. سفتا چوب باش لطفاً، کسی خواد شنید. مادر شما چی گفته میرین ها؟ شوهر شما یک طفل بیگناه را کشته. مشکلتان این است که حال کسی گپ نشنوه. امی است که کسی نشنوه نی؟ در اینجا چی گپ است؟ آقا ویگار، سفتا میخواه ما از اینجا بریم از همین خاطر. چرا سفدا؟ از بیادر در اینجا خوب مراقبت میشه. نه بیادرم گرفتم و خانه میریم. سفدا جان مادر، کوکسال بگو چی شده؟ نه چیزی نشده آقا. او آدم فکر دخترم خراب کرده و حال یا میخواه از اینجا بره، فقط از او خاطر. سلام ملا صاحب. علیکم سلام. خدا داد موبایلت پیش من مانده بود. ملا صاحب موبایل نم خریدین؟ او موبایل از کی است؟ نه خدا داد این موبایل است که از پیش کپشه گرفته بودم. رمز دارم ما حالا از طریق کامپیوتر رمزش از بین میبرم. یک بار کسایی که دی قضیه دست دارن پیدا کنم، یک سرنخ خوب درباره بیادر ما پیدا میکنم. انشالله ملا صاحب. چقدر مقبول میچرخه. بیادر اینی همو آدم است. کسی که او دختر از پیش شما گرفتم این بچگه که کامپیوتر کار است. شما از دست امیلت خورده نه احمقا. بیادر توی یه قسم به قد قوارش نبی. چوب باش پایین شوید. مشتری آمد. تو کی هستی ها؟ او دختر کجا بردی لوده؟ اگه یک سگه با لغت بزنی به این معناست که صاحبشان با لغت زدی گپ خناق نگفتن. تو چی میگی او لوده؟ بریم ده بیرون گپ بزنیم. نمیخوایم وسایل مشتریایم ده اینجا خراب شوه. پس بیا. چرا با کارایی که نمیفهمی دست میزنی؟ او دختره کجا بردی او بچه؟ مگه پتانه فهمیدم. بیاین که نشانتان بودم. این حالش شد. برای راست بیا. او دختره بگیریم بعدش انتقام ما رو میگیریم. خیر ببینی بیادر، حرکت کنه. او دختره ده اینجا پت کدی؟ بگیرینش.
خدا داد. این کار در اینجا خلاص نشده کامپیوتر کار. شما وارد معتادان مرگ نرن توبه نمیکنن. دیگه در منطقه ما پایتم نمونی. دیگه که از او دختر سر کار نمی داشته باشی. خصوصا به هیچ کدام از نزدیکای دست نمیزنی. خدا داد. بیا. تو خوب هستی بیادر؟ خوب است ملا صاحب، اما همیشه دمو قسمت میزنن، اینجا گکم میزنن. کلش زدی. خدا داد. تو یک امبولانس بخوای که کل از اینا را از اینجا ببره. من یک کار خورد دارم، زود پس میایم. خب سعیس ملا صاحب. تو میخوایی که چی کنی دختر؟ دستر شما چی میخواین بکنین مادر؟ در مقابل کارهای او آدم میخواین می قسم چوب بشینین؟ کسی را که او آدم میگی پدرت من قسم یک پدر ندارم. دخترم هوش کنین. گفتم دیگه مرا دخترم نگوین. من دیگه کدام پدری مثل شما ندارم. مجبور شدم. مرا با شما تهدید کردن دخترم. چطور دلتان شد یک جانه بگیرین؟ چطور تنستین بکشنش؟ چطور یک طفل کشتین؟ به خاطر شما، فقط به خاطر شما. به خاطر ما؟ به خاطری که ما زنده بانیم شما یک طفل کشتین پدر. به جایی که مثل شما یک پدر می داشتم کاش که از او کدم می مردم. حق داری. ما یک گناهی کردیم که بخشیدن نمیشه. ما حتی خودمان بخشیدن نمیتونم دخترم. حالا چطور میتونم از تو بخوایم که مرا ببخشی ها؟ اما مجبور شدم دیگه. انسان بعضن بدونی که بخوای در قسم گناه ها دست میزنه. من نمیفهمیدم که او طفل در اون موتر بالا میشه. باور کن نمیفهمیدم. یعنی میخواستین علی را بکشین؟ شما چی میخواستین پدر؟ از علی چی میخواستین؟ مجبور بودم. باور کن مجبور بودم. دختر قندم. هوش کنین. با این دستای خون آلودتان هوش کنین که دست نزنین. سیفدا چی شده؟ میشه که با من بگویی؟ سیفدا جان مادر. کوکسال درباره چی گپ میزدی؟ چیزی نیست آقا. چطور چیزی نیست کوکسال بگو. حالا که ما مجبور شدیم در خانه شما بانیم نی کده مادرش کوشش میکنیم که سیفدا خانه بسازیم. کلش هم قدر دیگه چیز نیست آقا. سیفدا تو کجا میری؟ صبر کو دخترم گپ ما گوش کو. از شما خجالت میکشم مادر، خجالت میکشم. چطور تونستین اینه قبول کنین ها؟ پس چی میکردم جان مادر؟ کسی که مرده، کسی که رفته. پدرت قصد داشت خودکشی کنه، میماندم که خودم میکشت ها؟ از پدرم نفرت دارم مادر. بیبی دخترم،
هرچی میکنی بکو، اما او پدرت است. صحیح است. بسیاری کار خطرناک انجام دادم. ما از وقت شنیدم تا حالا پریشان هستم. اما علی اگه پدرت بکشه به نظرت خوب میشه؟ علی بچهش پس آورده میتونه؟ بیبی علی کسایی را کشته که در قتل بچهش دست داشتن. او نباید از این گپ خبر شود. جان مادر، بیبی گوش کن، برو. اگه میخوایی همی حال برو. اما چی میشه با او چیز نگو جان مادر. چی میشه؟ هیچ چیز برش نگوی. کاش که گفتم میتونستم مادر. برش چی بگویم پدرم بچه تو را کشته. همی قسم بگویم چی بگویم؟ حال خجالت میکشم حتی طرف سهل کنم. میره. او دختر کجا میره؟ بانش کم تنها باشه. خوب است، اما پیش او آدم چیز میره. نمیگه. مگه میره؟ کوکسال برش هیچ چیز نمیگه. نورتن، بله قایگار. اینجا بیا. خوب گپای ما گوش کن. او دو نفر درباره چی گپ میزنن باید بفهمم. شما هیچ تشویش نکنید. حالا خدایا این چه قسم یک بلا بود که سر ما آمد. خدایا من یک بار پیش سینان میرم. چی میخوایی؟ سفدا با تو درباره توپ برفی گفته بود توکچه. تو در این باره به کدام کسی دگام گفتی؟ نه، من حتی به یادم ندارم. مطمئن هستی؟ گفتم خو یادم نیست. شما خو سینانه با مر میزدین، اما چطور کاکا هر طرف میگردین نفهمیدم. با کسی که نخواه ببینه حتی افتوام نشان دادن میتونی. نفهمیدم. دقیقش نشو. تو اویگار میشناسی؟ نه نمیشناسم. سیفدا چطور هستی؟ میشه چند دقیقه با هم گپ بزنیم؟ به خاطر گپ زدن آماده نیستم. مرا درک کن لطفا. سیفدا تو چوری قسم رویه میکنی؟ نه که هنوزم سرم باور نداری. فکر میکنی بیادرت هم ما با مر میزده. نه تو یک گپ نیست. گفتم خدا باره پدرم است. نه یادت پدرت است که نمیخوای ما تو یکی دیگه خدا ببینیم. بالاخره او عالم فکر میکنه که ما سر بیادرت فیر کردیم. اما من حلش میکنم. هم مادرت هم پدرت خواد فهماندم که من بیگناه هستم. علی بگو. علی بگو.
مادرم من بدن گپ میزنم بدن سفدا جانم چی شده؟ تو را چی شده؟ سوال نکن لطفا سوال نکن بگو شاید راحت شوی جانم. پدرت چیزی گفته؟ علی کدام چیزی گفته؟ دکتر لطفا ازم سوال نکن. اما جانم در جایی بیا که آخرین دفعه دیده بودیم. تو چرا اینقدر ناوقت کردی؟ سفدا آمد یا نه؟ آمد. نو داخل خانه شده بود که پیامت دیدم. چیزی فهمیدی که او را چی شده یا نه؟ نه هیچ چیز نگفت. همی که آمد در اتاق خود قلف کرد. اینا حتما یک چیز پات میکنن. چه قسم یک چیزه؟ نمیفهمم. سفدا همراه مادرش جنگ کرده بود توکچه. یگان گپکا شده اما من هیچ چیز را نمیفهمم. درست است. تو حالی زود برو از او پرسان که یکی چی شده یا نشده زود به من احوال بده. سعیس فقط یک گپ دگام است. چی است؟ علی درباره توپ برفی ازم پرسید. برش چی گفتی؟ گفتم به یادم نیست. دیگه چیزی هم پرسید یا نه؟ دیگه ای که پرسید تو را مشناسم یا نه؟ گفتم نمیشناسم. خوب گفتی. حالا برو چیزی را که گفتم هم تکو از سفدا پرسان که چی شده باید بفهمی. درست. تو دیگه شب مبان. خدافظ. برو. چی شده؟ چی گپ است؟ ای چی میکنه؟ چی گپ است؟ گپ بزن. بگو چی شده؟ تو چی میکنی؟ از ما چی میخوایی؟ الایم کو بگو چی گپ است؟ داخل شو بشرف. چی میکنی؟ واس کن جرا. واس کو احمق. گفتم واس کو دیگه. اگه نه باز میکشمت. لاوده احمق کجا میری؟ میخواستی پیلوت شوی اما نشدی. با جای او نامت پیلوت ماندی. باز یک تیاره خریدی. و هم یک تیاره که پرواز نمیکنه. پیلوت ساختگی، تیاره ساختگی. اینجا رو بفروش ودت. ما دیگه هیچ وقت دی تیاره نمیم. چرا؟ دلیل نداره. گفتم بفروش. یعنی بفروشش دیگه خلاص. عاشق شده.
کدام چیزی گفتی ودت؟ چی بگیم پیلوت؟ گفتی بفروش، مفروشمش. خیر ببینی. زنده باشی. استاد کو! استاد کو! مر از اینجا بیرون کو! استاد کو آدم لوده! تو چی میکنی؟ میخوای مرا بکشی؟ پایین شو بشرف. از من چی میخوای؟ بگو چی میخوای؟ میخوای مرا بکشی؟ چی میخوای؟ حرکت کن. گناه هستم. ما هیچ کاری نکردیم. گفتم ما هیچ کاری نکردیم. در اینجا کسی هست؟ ما در حق چی کردیم؟ چی کردیم؟ کسی در اینجا نیست؟ چی میخوای؟ اعلام کن. زانو بزن. چی شد؟ تو خود توبه کرده بودی؟ به خاطر که سیفدار ما دوستارم میخوای مرا بکشی؟ به جز از که سیفدار دوستارم دیگه من گناهی ندارم. تبسته کن. حالا برم بگو درباره توپ برفی از تو چه خبر شدی؟ توپ برفی چی؟ تو چی میگی؟ من هیچ چیز را نفهمیدم. اویگار به جایی رسیدیم که دروغای دیگه هیچ فایده ای نداره. در قبر خودت هستی. با دروغایت از اینجا برآمده نمیتونی. از او خاطر به من حقیقت بگو. کاکایت در ای کار دست داره یا نه؟ کدام کار؟ تو چی میگی؟ نفهمیدم. سایست او صورت برات خلاصه میگو مایگار. از توکچه درباره توپ برفی فهمیدی. بعدن دام جور کردی. سینانه پیش پیلوت در کار روان کردی. به منطقیم روانش کردی. رفتی کت کپچه به تفاهم رسیدی. ما و سینان باید میمردیم. میخواستی قسم معلوم شو که یکی دیگه خود کشتیم. تو هم از این قضیه نجات پیدا کنی. اما تو رس اگر تو باور داری که امی قسم است هیچ صبر نکن. امیال مرا از بین ببر. حالا دیگه حالا زوچو مرا بکش. ایتو آسان نمیشه. اول باید اعترافت بشنوم. چی را اعتراف کنم؟ گپایت هیچ کدامش حقیقت نداره. اما تو پشتی قربانی میگردی. بزرگترین رقیبته. تو میخوایی کسی را بکشی که او سیفدار بسیار دوست داره. به می خاطر پشت با نمیگردی. هوش کنی بار دیگه سیفدار دخیل نسازی. چی شد؟ نام سیفدار که شنیدی بسیار جدی شدی. ما همراه این قضیه هیچ ارتباط ندارم علی. اگه باور نداری برو از پیلوت پرسان کن. سینان آمده پیش او روان نکردیم. های چرا من این کار کنم؟ سینان مثل بیادر خوردم است. از توکشم هیچ چیز را نفهمیدم. صحیح است. توکچه گفته بود که تو را نمیشناسه. اما من با چشمای خودم دیدم که تو توکچه را دیدی اویگار. خوب شده که دیدیم. اگه به خاطر این مرا میکشی بکش زودشو. من توکچه را هیچ نمیشناسم. یک دفعه دیدمش بس. توکچه مگم بهترین دوست سیفدار نیست چطور؟ وقتی سیفدار در وضعیت سخت دیده بودم از توکچه کمک خواستم. فکر کردم امی قسم به سیفدار یک کمک کردم میتونم. یعنی به خاطر امی میخوایی مرا بکشی؟ صحیح اما کوکسال. دروغ غیره که با او گفتی چی؟ گفتی مثلا ما یک قربانی پیدا کردیم. سیفدار فریب میتم. بیبی علی ما برد یک چیز میگم. با نظر من سینانه تو با مر میزدی. سیفدام کاملا امی قسم میگه.
تو را در حالتی دیده که سلا در دستت بوده. یعنی کل ثبوت ها بر علیه تو است. کوکسال وقتی پرسان کرد من فقط چیزی را گفتم که فکر میکردم. به نظرم سیفدار باز تو فریب دادی. با وجود کل چیز اما بازم اگر میخوای یک آدم بیگناه را بکشی بکشش. بیازو تو بسیار آدم کشتی، یکی کم یا یکی زیاد، چی فرق میکنه؟ اما تو نیست؟ تو از هیچ چیز خبر نداری و مرام صحیح نمیشناسی اویگار. فرض کنیم گپ تو راست است، یعنی سر سینان تو فایر نکردی. اگر یک روز او آدمی که سر سینان فایر کرده پیدا شوه باز چی خواهد شد؟ ها؟ هیچ در قصه شام نیستی که یک آدم بیگناه را میکشی علی. البته کسی که سیف داره دوست داره از روی زمین میخوایی که ورداریش. این کار دا اینجا خلاص نمیشه اویگار. بگی موبایلته به یکی از نفرهای زنگ بزن که بیایی از اینجا تو را ببره. بله صاحب، با تو یک آدرس روان میکنم، زود اینجا بیا. کجاستی آقا؟ ما چی بفهمم که کجا هستم؟ اگه بفهمم که کجا هستم برات آدرس روان میکنم. سلام علیکم. علیکم سلام مولا صاحب. مولا صاحب شیشه زیاد چتل شده بود، کت صافی من پاکش کردم. رمز واز نکده. این موضوع دگام طول خود کشید. چطور از خانه بریم یگان چیز بخوریم؟ صحیح مولا صاحب. بخیز. مولا صاحب از دکانک تربوز بخریم؟ وقتی از پیشش تیر میشتم باز زیاد دلم او میشه. صحیح دل جمع باش میخریم. تربوز میخوریم. علی را خوب بازی دادی. اگه توضیح میدادی بدبخت میشدیم، اما دیگه به نقطه آخر رسیدیم. اما کاکا، اما نداره اویگار. او آدم به خاطره که تو را گور کنه پشت توضیحت میگرده، نمیبینی؟ آزی به بعد هیچ کاری نمیکنی. قسمی میباشی که او دختره نمیشناسی و نه دوست داری. کارایی را که من نمیتونم از من نخوای کاکا. انجام میتی. ای کارای قسم پیش نمیبریم. باید همینجا توقفش بتیم. علی با ما نزدیک شد، کم مونده بود نجات پیدا کنه. باید از فرصت خوب استفاده کنیم. دیگه دفعه اجازه نمیتیم علی اقدر با ما نزدیک شوه. ما را از بین میبره اویگار. گپ میفهمی؟ نمیفهمی؟ با خاطر کوچکترین اشتباه از هر زمین گام ما میکنه. بی خبر از ما حتی یک قدم اونور نمیداری. آخرین گپم همیست. اگه نه در قصهش نمیشم که بیادر زاده مستی. با دیگه زبانم روید گپ میزنم، فهمیدی؟ اگر سیفدا نباشه دیگه به ما هیچ چیز فرق نمیکنه. ما کل کشتی را از بسیار وقت پیش در داده بودم. مولا صاحب بیاین دسترخوان عوار کردیم. نه خدا داد، من نمیخورم. تو بخور، نوش جانت. منتظر سیفدا خواهر هستین؟ خیمه هم نمیخورم، منتظرش میباشم. شما تشویش نکنین مولا صاحب. سیفدا خواهر هر وقت که آمد باز یک جای شیشته میخوریم. برش میگم که نوش جانت، بیا که با هم بخوریم. بله، حال وقت درد دل رسیده. هرچی که شده باشه میگذره.
ببین ما برای چی گرفتیم. یک توتی کلان از کیک و هم با طعم توت زمینی. کیک دل خواهید است.